سلام، امیدوارم حال همگی خوب باشه. امروز اومدم دو تا از شعبه‌هامون رو بهتون معرفی کنم که یه دونش توی ضلع شرقی میدون حسن آباد، یه دونش هم توی ضلع غربی. اینجایی هم که الان وایسادم خود میدون حسن آباد، قطب ابزار ایران که خیلیاتون باهاش آشنایی دارین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. بریم که جفتش رو بهتون نشون بدم. خب همونطور که بهتون گفتم شعبه اولمون توی خیابون امام خمینی از میدون توپخونه که به سمت میدون حسن آباد میریم، نرسیده به سیتی کوچه جمشیدخواه. با همون همراه باشیم. خب وارد کوچه که شدین، دومین مغازه دست راستتون پلاک 4، اینجا هم محصولای شاهرخ داریم، هم کاوانا. اینجا از دسته‌بندی‌های مختلف محصولات مدل‌های مختلفی وجود داره و شما میتونید اونا رو از نزدیک ببینید و هر سوالی که داشته باشین و طریقه کارکرد اونا رو از همکارای فروشمون بپرسین. خب الان هم که سوار شدیم و داریم میریم شعبه شماره دوممون، ضلع غربی میدون حسن آباد. الان تو خیابون امام خمینی، دقیقاً یه 20 قدم 30 قدم نرسیده به خیابون ولیعصر میشه شعبه شماره دوممون. بریم اونجا. خب رسیدیم. اینم شوروم شماره دوممون. محصول شاهرخ و کاوانا اینجا هم موجوده، میتونید بیاین نزدیک ببینید. آدرسش هم بعد از میدون حسن آباد نرسیده به ولیعصر، پلاک 281. محصولات موجود توی فروشگاه شماره 1 و 2 به علاوه فروشگاه اهواز که حالا آدرسش رو این زیر براتون میذارم و ویدیوهاش هم بعداً قراره ببینید، میتونید حضوری تشریف ببرید و محصولتون رو انتخاب کنید، کاراشو انجام بدید و خریدتون رو انجام بدید و برید از محصول استفاده کنید و لذت ببرید. در نهایت که اگر هم محصول ما راضی هستین یا انتقاد و پیشنهادی دارید، میتونید توی کامنت ها بهمون حتما اعلام کنید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.